یه ملودی خیلی عاشقانه زیبا، بسیار. خیلی قشنگ. گل سفید، گل صورتی. نو نو نو. آی گل قرمز. دل در حلقه یار. تمام شده رفت. اسم تو در لبان عاشق شعر و ترانه، تو برای تبسم من هستی بهانه. درود، حالتون چطور؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. پریساس هم در چنل پریفان میوزیک، چنل خودت. خیلی خوش برگشتید. بندم که سینا هستم، خدمت نگاه مهربونتون رسیدیم. به نظرتون چرا اینجاییم؟ اومدیم که با هم یک موزیک بسیار زیبا از مهرنگار جان رستم فیت بهزاد لیتو، بهزاد فرخاری، این هنرمند دوست داشتنی که ما به تازگی در چنل پریفان ملودی هم اگه سر بزنید اونجا یه آهنگ بسیار دلانگیز ازش شنیدیم. خوش صدا، جوان با استعداد، خیلی خوش لذت صدا. ببریم این آهنگ. مهرنگار جان هم که دیگه ثابت براتون. شدن. بدون معطلی میریم و شروع میکنیم. لطفا نظراتتون رو کامنت کنید و لایک ویدیو رو بعد از دقایقی که از ویدیو گذشت و ما رو تماشا میکنید بزنید. ممنون میشم. متشکرم. اصلا لایک میکنید یا لایکاتون میپره بچه‌ها؟ اگه لایک میکنید بنویسید لایک میکنید. اینجوری هست. آه. سر قرارمون قلبم میزنه بوم بوم. جانی من، عشق و ارمانی من، تا بعد من با تو ام. جانی من، گل با گل دانی من، تا بعد من با تو دوباره گل. الان شما دوباره گل دیدی و هنوزم نگرفته. سفره دل باش. بچه پر گله. من نگرفته. خودم گلم. این زندگی گلستانه. حالا یه مش گل مصنوعی میخوام. این الان از تورنتو میخواد خرید کنه ببره به دوشنبه وای تاجیکستان. ببین. به به. موج دریا عاشق به ساحل، دل تو هم صدای این دل. خوبی من، محبوبی من، عطر گل در پناه باغ است، دل عاشق ولی چی داغ است. ای خوب من، محبوب من، جانی من، عشق و ارمانی من، تا بعد من با تو جان من، گل با گل دانی من، تا بعد من با تو. چقدر صداهاشون به هم میاد. اومدم همینو بگم. خیلی قشنگه یه صدای صداش. زیر و آفرین. پایین از مهرنگار جان که همیشه هنرشو دیدیم و یه صدای نسبتا گرفته و بمطور از بهزاد با یه ملودی خیلی عاشقانه زیبا، بسیار. خیلی قشنگه. گل سفید، گل صورتی. نو نو نو. آی گل قرمز. دل در حلقه یار. تمام شده رفت. اسم تو در لبان عاشق شعر و ترانه، تو برای تبسم من هستی بهانه. من برایت بچینم از باغ گل دانه دانه. مهر تو در سکوت شهرم شد خانه خانه. جانی من، گل با گل دانی من، تا بعد من با تو جانی من، عشق و ارمانی من، تا
من با تو جان جان من عشق و ارمانی من تا ابد من با تو جان جان من گل به گلدانی من تا ابد من با تو تا ابد من با تو تا ابد من با تو خیلی قشنگ بود. آقا یک براووی خیلی شدید، یعنی خیلی خیلی قشنگ بود بی حد و اندازه. فقط یک سوال همچنان پابرجا بود، این گل روز رو در تورنتو خرید مهرنگار جان در دوشنبه، چقدر فاصله شه؟ تقریبا 600,000 کیلومتر از این سر دنیا چند تا ساعت؟ خب ولی با همون ماشینی که تو تورنتو بود الان اینجا بود. فکر کنم مهرنگار سوار جان کرده. رفت اونجا، پس تو باید سوار هواپیماش بیای پیش من تا من برات گل بگیرم. نقلته خیلی وای قشنگ. خدای من زیبا از بود. دست این مردهای از دست رفیقان چه بگویم گله ای نیست. شعر عاشقانه بود، خجالت خیلی قشنگ بکش. بود، خیلی زیبا بود، لذت لذت برد. بردیم. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید. حتما پیشنهاداتتون توی کامنت ها بنویسید و لطف میکنید که لایک ویدیو رو هم میزنید. قربون شکل ماهتون، ماچ به کله هاتون تا یه موزیک دیگه. خدا نگهبان. به امید دیدار.